دادگاه نویه عینی ساکن 55 ساله دهه سرطاق جماعت فوندریو ایوب یعقیبوف را با جرم قتل ساکن همدیه و قضای سابقش روزیه خولوی 59 ساله به 10 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. اولین شده درباره این کشتار پایگاه خبری بامداد گزارش داده بود. منابع بامداد از سرطاق گفته بودند که روزیه خولوی برای ایوب یعقیبوف نه فقط قضای سابق بلکه خویش خیلی نزدیک دختر عمک و خواهر عروسش هم بود. حکم یعقیبوف هنوز روز 2 آگوست سال 2022 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان تازه اکنون روز 14 سپتامبر برخی تفصیلات این پرونده را نشر کرد. بنا به اطلاع دادستانی کل 11 آگوست سال 2018 خولوف روزیه ساکن دهه سرطاق خواهرزاده‌اش شایسته ایوبی را به پسرش خولوف میورشاه خانه دار کرد، ولی بنا به نافهمی‌های زندگی عائله آنها ویران شد و آنها رسما سال 2020 از هم جدا شدند. مرکز مطبوعات دادستانی کل میگوید یعقیبوف ایوب از این نسبت به خول و روزیه خصومت پیدا کرده نقشه کشتار او را تعریضی می نماید. 13 ایون سال 2022 ایوب یعقیبوف آگاه گردید که خول و روزیه از روسیه برگشته در خانه‌اش قرار دارد. یعقیبوف مشروبات سپیرتی را استعمال نموده از پی به قتل رسانیدن خولوف می شود. صبح 14 ایون سال 2022 تخمین ساعت 08:00 دقیقه او با کارد خواجگی مسلح گردیده به منزل استقامتی خولوف رفته در صحن اولی خولوف را دیده با مقصد به قتل رسانیدن با کارد به قسمت شکم، دل و تخت پشتش ضربه های جانکار رسانیده از جای حادثه فرار می کند. خود همان روز خولوف هنگام از جانب خویشاوندانش به بیمارخانه شهرک زرافشان انتقال دادند. از جراحت‌های زیاد در عضوهای حیاتاً مهم بدنش گرفته به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داد که شهروند یعقیبوف ایوب سال تولدش 1967 زاده و ساکن دهه سرطاق جماعت فوندریای نویه عینی همچون گمانبر در قتل قضای سابقش باعث گرم دستگیر کرده شد. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا قصد کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله قتل همسران از دست شوهران گزارش‌ها زیاد به دست می‌رسند. اخیراً وزارت کارهای داخلی درباره بازداشت یک ساکن قبلا سوچیده نویه 5 خبر داد که روز 7 ایون سال جاری در حالت مستی پدر 78 ساله‌اش را زده کشته است. همین طور وزارت کارهای داخلی خبر داد که یک ساکن 40 ساله وحدت شب 24 ایون همسر 32 ساله‌اش را در جریان مناقشه عائلوی با 2 ضرب کارد به هلاکت رسانیده است.